مسلمان اگر تو مؤمنی واقعی باشی، هر جبه زمین سرزمین الله خاکی توست. این زمین برای تو الله پیدا کرده، کل گوشه های زمین از تو است. تو باید نظام الله را سر سرزمین حاکم بگردانی، مسئولیتت است. در یک خطه خواب بکو، نمازخوانی تا شروع بکو، دیگه هر چی که میشه، اگر تعرض به ناموس میشه، اگر تعرض به دین میشه، اگر معامله و اتفاقات دنیای کفر سر مسلمان میشه، تو برای خود بگو که من از خاک خود دفاع میکنم. این دفاع کردن از این خاک این مرگ جاهلیت است. مسلمان سرزمینش کل زمین الله سرزمین مسلمان است. تو را خلیفه الله پیدا کرده، احکام الله را در سرزمین الله حاکم بگردان. چی جای ازی که در یک جای برادر و خواهر مسلمانت شکنجه میشه، چی جای ازی که در یک جای توهین به احکام اسلام میشه، به شعائر اسلام میشه، در اونجا خطه و جغرافیا قطعا ما را محدود ساخته نمیتونه، بند ساخته نمیتونه و فرضیت جهاد از ما مرفوع کرده نمیتونه. در وسایل تبلیغاتی هم ایمانتان تباه کرده. خوبی جانب مقابل یکیش نشر نمیکنی، یکیش هم بدی قوم خود، تنظیم خود، منطقه خود، سمت خود یکیش نشر نمیکنی، لیکن از سمت دیگر، از قوم دیگر، از لسان دیگر نشر کرده رایستی. تو مؤمن هستی؟ تو خدا عالم میگیری؟ برای چی؟ قرآن برات چی میگه؟ الذی خلقکم من نفس واحده، شما را از یک نفس خلق کرده. هر لسانی که تکلم میکنی، هر رنگی که تو داری، به هر خطه‌ای که زندگی میکنی، به هر قومی که منسوب هستی، اینجا امتیاز به تقواست، به نزدیکی الله است. انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این اختلافات، این رنگا متفاوت، این لهجه ها متفاوت، این سکونت ها متفاوت، این قوم ها متفاوت، صرف برای تعارف و شناخت است. برای تعارف و شناخت است. ابو لهب آدم و شخصیت بزرگ است، ابو جهل شخصیت بزرگ است، از قوم محمد رسول الله است، حیثیت نداره. بلال سیاه رنگ داره، غلام است، او پیش مسلمان حیثیت داره. تو اگر مسلمان باشی، قرآن ایمان داری، به رسول الله عقیده و ایمان داری، چرا هدایات و تعلیمات رسول اکرم به باد هوا میدی؟ چرا کتاب الله را پشت سر انداخته رایستی و امروز دعوت میدی به سوی عصبیت؟ در این حدیث او یدعو لعصبیت، رسول الله میگه دعوت به عصبیت میده، تو نمیدی تالی را. بسیار عصر پرفتن است، بسیار عصر پرفتن است. به الله قسم، اشخاصی می باشه که صبح مومن می باشه بگاه کافر است، بگاه مومن می باشه صبح کافر است. دین برای چه تعلیم داده بود؟ محض که مشروعیت به یک جبهه، به یک منطقه بده، به خاطر که هم لسانت است. تو ملاست که تو عالم است، کتاب الله می توصیه را برات کرده. کدام طرف روان هستیم؟ چی میکنیم؟ چطور دعا نمیکنیم که یا الله از این فتنه های کرکرانه ما را نگاه کنی که در بدر نشویم. الله کسی که به خاطر رضای الله برای اعلای نظام تو، تحقق نظام تو قدم بالا میکنه، الله تو را سرفراز و کامیاب داشته باشی. همین قخو از دهنت میبراید. اگر همین قدم نگفتی، همین قدرم نگفتی و مردی، جواب میدی پیش الله متعال. چرا ما خود تباه میکنیم؟ رسول الله خود بها را به می خاطر انتخاب میکرد. ما در اصل انسانیت مشترک هستیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به هر قوم و لسان، به هر منطقه‌ای که زیست و زندگی داری، رنگ و لهجه داری، پیش الله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خیلی متقی شما، خیلی پرهیزگار شما. متقی کسی است که مامورات الله را مکمل عمل میکنه، از منهیات خودداری میکنه، او را متقی میگه. درس برات میده ای آیت قرآن کریم. تفاوت در بین مرد و زن نیست، تفاوت در بین قوم و قوم نیست.
این تفاوت ها نیست. تفاوت که پیدا میشه در پیش الله متعال به اعتبار ایمان و تقواست. چقدر نزدیک هستی به الله. خفتن بشی در ترازو خود طول کو. صبح شده بود، از خواب بیدار شده بودی، چقدر کارهای مشروع روا کردی و در چقدر کارهای غلط و نادرست مبتلا شدی. خودت طول کو، محاسبه بکو، مراقبه بکو اعمال خودت که در کدام مستوا قرار داری. به این نجات پیدا نمی کنی که در کدام قوم متعلق است.